ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از طلحه ابن عبدالله خداوند از او راضی باد روایت است که دو مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و اسلام را یک جایه قبول نمودند. یکی از این نفران از دیگرش اجتهادی بیشتر داشت و او در یکی از غزوه ها شهید شد. اما نفر دیگری آن یک سال دیگر زندگی نموده، سپس او نیز از دنیا درگذشت. طلحه میگوید در خواب دیدم که نزد در جنت ایستاده ام و آن دو نفر نیز نزدم بودند. این هنگام از داخل جنت شخصی برآمد و شخصی را که آخران از دنیا گذشته بود اجازتی به جنت در آمدن نمود. بعد از آن شخصی شهید شده را برای در آمدن به جنت اجازت داد. سپس آن دو نفر به نزد من بازگشتند و گفتند بازگرد، حالا وقت شما فرا نرسیده است. صبح طلحه این خواب را به مردم نقل نمود و همه تعجب کردند و این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از چی تعجب میکنید؟ صحابگان گفتند ای پیامبر خدا، یکی از این دو بسیار مجتهد بود و در راه خدا شهید شد و آن نفر دیگر پیش از او داخل بهشت گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا آن نفر دویمین یک سال دیگر زنده نبود؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت رمضان را دریافت و روزه گرفت؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت در این سال نماز خواند و چنین و چنان سجده نمود؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت پس بین این دو بین آسمان و زمین فرق است. روایت احمد. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث میگویند در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است بهترین شما کسی است که عمر درازی با طاعت دارد. پس انسان مسلمان هر قدر بیشتر رمضان را دریابد و روزه دارد، به طاعت و عبادت مشغول شود، همان قدر ثواب زیاد را نائل می گردد. شخص مسلمان به سبب بسیار سجده نمودن قدر و منزلتش نزد خداوند افزون می گردد. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. بله برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که آن شخص دویمین که باز یک سال زندگی نموده رمضان را دریافت، آن را پیش از شخصی که شهید شد به در آمدن جنت اجازت دادند. این دلالت می دهد به برکت و فضل رمضان که در این ماه عبادت‌های ما یک چند درجه ثواب دارد و انسان با انجام دادن عبادت‌ها در این ماه قدر و منزلتش در نزد خداوند بالا می شود. پس خداوند را شکر می گوییم که ما را به این رمضان رسانید و این ماه را ما باید پرثمر گذرانیم، چون نمی دانیم که تا رمضان آینده ما در این دنیا هستیم یا نیستیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.